روز بخیر بینندگان عزیز. سرخط خبرهاست که چون همیشه در این لحظه ها از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی پیشنهادی شما می شود. ابلاغ یا بازداشت مهاجرانی که شهروندی روسیه را دارند اما در قید کمیسریات حربی نیستند. نجات گروهی از کوهنوردان روس که برای فتح قلعه اسماعیل سامانی آمده آسیب دیدند. بازداشت مرد با گمان دست درازی به یک کودک و بایدن با رهبران آسیای مرکزی ملاقات می کند. تفصیلات این و خبرهای دیگر در ادامه برنامه. بعد بمباران یگانه پل پیوست کننده کریم با روسیه نیم جزیره اشغال شده با کمبود مواد سوخت مواجه شده است. 17 ایول نیروهای اوکراین پل کریم را که با مبلغ 4 میلیارد دلار روسیه ساخته شده است بار دوم هدف قرار دادند. بعد از آن روسیه انتقال مواد سوخت توسط این پل را قطع کرده است. در این بین هلند و دانیا وعده دادند که زیر شرایط معین به اوکراین هواپیمای جنگی F-16 می‌فرستند. مدت هاست که اوکراین برای تحکیم امکانات دفاعی از متفقانش این نوع هواپیماها را درخواست میکرد. هلند 42 هواپیما و دانیا 19 هواپیمای استحصالی آمریکا را به اوکراین انتقال خواهند داد. روسیه با استفاده از هواپیماهای سرشمار شهرهای اوکراین را بمباران کرده عملیات نظامی این کشور را به مانع روبرو کرده است. کارشناسان دریافت هواپیماهای جنگی آمریکایی را عنصر کلیدی مدافعه با موفقیت اوکراین مینامند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن با شرکت رهبران کشورهای آسیای مرکزی سامیت برگزار می‌کند. روز 18 آگوست مجله فوربس نامه بایدن را با عنوان پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف نشر کرد. در این نامه بایدن میرزیویف را به نخستین سامیت در فرمت آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا یا S5+1 دعوت کرده است. سامیت در روزهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آخر ماه سپتامبر سال جاری در شهر نیویورک برگزار می شود. من مشتاقانه جلسه نوبتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را منتظرم که در آن ما در مورد مسائل مهم زندگی مردمانمان به پیشروی نائل خواهیم شد. من امیدوارم که شما به من و همکارانمان رهبران در ملاقات رسمی S5+1 روزهای 19 و 20 سپتامبر همراه می شود. نوشته است بایدن در نامه‌اش با عنوان شوکت میرزیویف. رسانه‌های روسیه از بازداشت صدها مهاجر خبر می‌دهند که شهروندی روسیه را دارند اما در قید کمیسریات حربی نیستند. هفته روان در سنت پترزبورگ پلیس میان مهاجران دارای شهروندی روسیه عملیات یا ابلاغ انجام داده است. با نوشته خبرگزاری بوماگا در 2 روز بیش از 100 مهاجر آسیای مرکزی بازداشت و به کمیسریات‌های حربی آورده شدند. آنها مهاجرانی بودند که شهروندی روسیه را گرفته اما خود را در قید حربی نگذاشتند. در یک نواری که به گفته مؤلفش روز 19 آگوست ثبت شده است دیده می شود 10 نفر در نزد ماشین‌های پلیس صف کشیدند. به گفته کاربری آزادی این مهاجران را پلیس روسیه در منطقه بیلایا داچا نزد متروی کاتلنیکی بازداشت کردند. سببش معلوم نیست. حامی حقوق مهاجران تاجیک شهرت قدرتوف به آزادی گفت بر اساس قرار وزارت کارهای داخلی روسیه که او نسخه اش را دیده است تفتیش مهاجران روز دوشنبه 14 آگوست شروع شده است و تا 27 آگوست دوام خواهد کرد. در برنامه اخبار گزارش درباره بازداشت مهاجران در سنت پترزبورگ روسیه پیشنهادی شما می شود. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیاتی. گروهی از کوهنوردان روس را که هینی برآمدن به کوههای پامیر آسیب دیده بودند نجات داده به دوشنبه انتقال دادند. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان 13 کوهنورد را از میدان مسکوین واقع در بلندی 4300 متر طریق چرخبال سامانیر به دوشنبه آوردند. سفارت روسیه در تاجیکستان خبر داده است که کوهنوردان آسیب دیده روز 19 آگوست نجات یافته حالا زیر مراقبت پزشکان قرار دارند. بنا به خبرها حادثه هینی برآمدن سیاحان به قلعه اسماعیل سامانی رخ داده است. یکی از کوهنوردان با پایین افتیده همراهانش او را بیرون آوردند و تا رسیدن نجات بخشان کمک اولیه‌ای طبی رسانیدند.
سفارت روسیه در تاجیکستان گفته است دلیل سری وقت نجات یافتن سیاحان این بود که آنها با رعایت دستور فدراسیون سیاحی قبل از برآمدن به کوه کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان را از مسیر سیاحی خود آگاه کردند. معمولا از نیمه دوم ماه ایون تا نیمه اول ماه آگوست موسم فتح قله‌های بلند در تاجیکستان است. ده‌ها سیاح در این موسم برای فتح قله‌ها به کشور می‌آیند و در برخی موارد این تلاش آنها ناموفق انجام می‌یابد و مورد خطر قرار گرفته یا آسیب می‌بینند. در دوشنبه مردی را با گمان دستدرازی به یک کودک بازداشت کردند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 20 آگوست در خبرنامه گفته است شخصی گمانبر ساکن 44 ساله ناحیه شغنانی ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده به حبس پیشکی گرفته شده است. به اطلاع این نهاد بازداشت بعد پخش نواری در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است که در آن مرد نسبت دخترچه خردسال حرکت‌های غیر اخلاقی انجام میداد. موقع شخصی گمانبر معلوم نیست. بنا به آمار وکالتداری حقوق کودک تاجیکستان فقط در یک سال 2022 60 نفر در کشور برای آزار جنسی نابالغان محکوم به زندان شدند. حالا از قرب اسعار خارجی در تاجیکستان میگویم. بنابر نشانداد بانک ملی که قرب رسمی را در کشور معین میکند امروز 1000 روبل بر عوض 117 سومانی تبدیل می شود. نرخ $1 10 سومانی و 96 درم و 1 یورو 11 سومانی و 91 درم مقرر شده است. قرب اسعار در صرافخانه ها و بانک های تجارتی می تواند از قرب رسمی کم فرق داشته باشد. تشکر از شما بیننده عزیز که تا این لحظه با ما بودید. امیدواریم ساعت 6 به وقت دوشنبه در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی با ما میپیوندید. تا اون وقت روزی خوش داشته باشید.